توی دنیای دیمن اسلیر نفس کشیدن فقط زنده موندن نیست، بلکه یه هنر رزمیه. هر فرم تنفس قدرت منحصر به فردی داره که فقط مبارزه خاصی میتونن ازش استفاده کنن. و میخوایم امروز بریم سراغ 5 تا از قوی تریناشون. برو بریم. شماره 5، تنفس آب. یکی از متعادل ترین و همه کاره ترین سبک‌ها که توسط تومیوکا گیو و تانجیرو استفاده میشه. حرکات این سبک مثل رودخونه نرم و آرومه، ولی اگه درست استفاده بشه میتونه حتی سنگو هم بشکافه. شماره 4، تنفس آتیش. یه سبک پرشور، پرقدرت و سرشار از افتخار. رنگوکو هاشیرای آتیش استاد این فرم بود. سبک ضرباتش مستقیم و پر انرژیه، درست مثل شخصیت خودش. این تنفس برای اونایی نیست که فقط میخوان مبارزه کنن، برای اونایی که میخوان با افتخار بجنگن. شماره 3، تنفس رعد و برق. سدی بیرحم، نابود کننده. زنیتسو با این تنفس قوقا کرد. حرکات این سبک بر پایه سرعت فوق‌العاده است. فقط یه لحظه کافیه تا دشمن و غافلگیر رو نابود کنه. شماره 2، تنفس ماه. این یکی از مرموزترین و خاص‌ترین فرماست. تنفسی که فقط کوکوشیبو، قوی ترین شیطان زیر دست موزان، ازش استفاده کرد. این سبک هیچ شباهتی به تنفس‌های دیگه نداره. حرکاتش ترکیبی از شمشیرزنی فوق پیشرفته و مهارت‌های غیر قابل پیش بینیه. تنفس ماه پر از تکنیک زیبا، کشنده و عجیب و غریبه که فقط یه نابغه واقعی از پسش برمیاد. و شماره 1، تنفس خورشید. و بالاخره برسیم به سلطان تنفس‌ها. تنفس خورشید اولین، قوی ترین و پایه تمام فرمای دیگه است. تانجیرو تونست یادش بگیره، اما این فرم در اصل برای یوریچی بود. این سبک ترکیبی از سرعت، قدرت و دقت بی‌نهایته. تنها فرم تنفسی که واقعا میتونه موزان رو تهدید کنه. خب رفیق، حالا تو بگو اگه میتونستی یکی از این فرم‌های تنفس رو انتخاب کنی، کدومش رو یاد میگرفتی؟